به خاطر چی می دنیا هستین؟ یعنی اقدر که بارزشتر هستین، فکر دارین، یعنی درد دارین، محبت دارین برای دیگرها دیگه. یعنی منظور زندگی شما چی است؟ کاوشم مفهوم زندگی چی است؟ مفهوم زندگی عزیز من یعنی چیزی که به زندگی ما معنا میبخشه و برای ما زندگی را جذاب میسازه. پیرامون ما هست، داشته های ما در زندگی هست. وقتی زندگی بی مفهوم می باشه که ما دستاورد نداشته باشیم. ببین خوابم از ببخشید عزیز من، اینی قندول بر من یکی از مفاهیم زندگی است. امروز یکی از مفاهیم زندگی اینی است. یکی از مفاهیم زندگی آگاه کردن مردم است. دیگر از مفاهیم زندگی ساختن آینده برای خودم است. دیگر از مفاهیم زندگی پیش بریم. من 100 تا مفهوم زندگی را که برای من زندگی را معنا میبخشن برایت میتونم بگویم. مفهوم زندگی اگر بعد از مرگ میآید اون مفهوم زندگی نیست، اون مفهوم مردگی است. از شما به مردنتون مفهوم داریم، به زندگی که نه کدام پلانی داریم، نه مفهومی داریم، نه زندگی برای شما ارزشی داره. پس ما برعکس شما به این زندگی ارزش قائل هستیم، نه به اون زندگی. در این زندگی مادر است، مادرها زنده باشند، پدر است، حیوانکای ما است، خانواده ما است، همسر ما است، دلبند ما است، وطندارای ما هستند. هنر داریم، موسیقی داریم، شعر داریم، علم داریم، تکنولوژی داریم، همه چیز داریم. اما اون زندگی که شما برش ارزش قائل هستین همش فرو کردن بیش نیست. هیچ مفهوم دیگه اون زندگی نداره. شراب مفت، شیر مفت، سایه مفت، شربت مفت، حوری مفت، غلمان مفت. نه قصه از مادر است، نه قصه از پدر است، نه وطن مفهوم داره، نه شعر و شاعری است، نه لذتی از موسیقی است، نه لذتی از سایر هنرها است. هیچ چیزی نیست. و با محارمت هم میتونی چی کنی؟ رابطه جنسی داشته باشی. پس شما مفهوم مردگی دارین، نه مفهوم زندگی. خدا ناباوران افرادی هستند یا بالاترین سطح افراد در مبحث مفهوم زندگی اینجایی هستند و اونجایی ندارن زندگی. چرا؟ اگر ما دنیایی را به مراتب از این دنیا بالاتر میدانیم، این دنیا میشه پوچ، این دنیا میشه چی؟ بزرگتر و حاکم بالای این دنیا. پس باید این دنیا را ترک کنین و اونجا برین. شما به زودی میخواین کی را بگیرین از خودتان تا اینجا برین زندگی کنین. پس زندگی برای شما مفهوم نداره. چرا؟ چون زندگی شما در بالا هست و خلاصه میشه در مقعد و آلت تناسلی حوری. نه مادری است، نه وطنی، نه شعری، نه علمی، نه هنری و نه برکتی و مهربانی و حیوانی و محبتی و عشق و عاطفه. با حوری که تو میری میخوابی، نه پدرش معلوم است، نه خسر داری، نه خوشو داری، نه خیاش نداری، نه بابا جان با او ازدواجی میکنی، نه گذشته داره که با تو قصه کنه، آیندهش هم نامشخص است. هیچی نداره، هیچی برای قصه کردن، فقط چی پای در گردن تو میندازه. دیگه هیچی برای گفتن با حوری نداری. با حوری چه قسم میکنی؟ اما معشوقه اینجایی، دوست دختر اینجایی، دوست پسر اینجایی، همسر و پارتنر اینجایی، شبها میشه امروز بیدار ماند و قصه کرد و حرفید و شعر گفت و موسیقی خواند و لذت برد. این است مفهوم زندگی. دیگه سوالا رو تکراری پرسان نکن. خوش خودت هم شاید آمده باشه. سپاس کاوش عزیز.